با سلام، سرخط اخبار امروز. لاریجانی گفت ایران زیر بار حرف‌های مفت درباره تسلیم نمی‌رود. من اینو قاطعانه به شما میگم. این قانون اگر اجرا بشود پرونده جمهوری اسلامی رو می‌گیره. عراقچی گفت غرب ناچار به پذیرش ایران هسته‌ای است. نماینده مخالف اصلاح قانون مهریه گفت مهریه تنها پناه زنان است. لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در همایش ما و غرب در روز 19 آبان ماه گفت امروز کاملا روشن شده است که مسئله هسته‌ای بهانه‌ای بیش نبود، بهانه‌ای برای دشمنی و مبارزه با ملت ایران. کما اینکه بعد از جنگ اخیر میگویند که درباره موشک هم باید بحث کنیم که بردش چقدر شود یا در مورد منطقه که ایران چه نقشی در آن داشته باشد. وی افزود همین رویکرد نشان می‌دهد که آمریکا و غرب به دنبال تسلط طلبی هستند، وگرنه به شما چه ربطی دارد که درباره برد موشک‌های ایرانی نظر می‌دهید؟ آیا شما حاضرید ما بگوییم تا وقتی اروپا چنین موشک‌ها و سلاح‌های هسته‌ای دارد باید آماده جنگ با ما باشد؟ دقیقاً همینجا محل تقاطع دو فکر است. یکی قدرت و استیلا با شر را دنبال می کند و دیگری دنبال روابط متوازن است. شما در رابطه با چین هم این گونه نگاه ریب‌آمیز را دارید. ایران نه تسلیم طلب است و نه استیلای هیچ کشوری را می‌پذیرد و زیر بار حرف‌های مفت تسلیم نمی‌رود. وی در حاشیه این همایش در پاسخ به سؤال آیا شما پیام جدیدی به امریکا دادید گفت ما همیشه به دنبال رفع تحریم هستیم. مگر کسی هست که بگوید ما به دنبال تحریم شدن هستیم؟ تمام مقاصدی که در دولت و دیپلماسی کشور است به دنبال برداشته شدن تحریم‌ها و کم شدن فشار بر مردم هستند، اما پیامی از سوی ما به امریکا داده نشده است، چون قبلا هم مذاکراتی بوده و آنها زیر بار نرفتند. رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس گفت اگر قانون عفاف و حجاب اجرا شود پرونده جمهوری اسلامی به طور کامل بسته می شود، چون مردم امروز تنفرشان از نظام به اوج رسیده. آنهایی که می نشینند دور یک میز و قانون می نویسند مشکلات مملکت را نمی فهمند و برای آن چیز که نمی فهمند قانون می نویسند. وقتی که رئیس امر به معروف و نهی از منکر کشور ما 10,000 متر زمین به نامش است و انکار می کند و در چشم مردم به دروغ خود ادامه می دهد و در زمانی که اسم ائمه می آید به پهنای صورت اشک می ریزد و تظاهر به ایمان می کند و یا نوه فلان آیت الله که در مقامات ارشد دولت است آزادانه و بدون حجاب در خارج از کشور عکسش پخش می شود و هیچ کس هم به روی خود نمی آورد و پدرانشان در تلویزیون جمهوری اسلامی برای مردم نسخه می پیچند و مردم را نصیحت می کنند. مردم از این صحبت ها خسته شده اند و امروز حرف حکومتی ها دیگر برای مردم ارزشی ندارد. سید عباس عراقچی گفت برای این دستاوردها و برای این پیشرفت علمی که در صنعت هسته‌ای صورت گرفته دانشمندان ما بسیار زحمت کشیده و فداکاری کرده اند و برای این صنعت جنگیده ایم و این روشن است که هیچ کس در ایران از این حق و اجرای آن صرف نظر نخواهد کرد. ما در وزارت امور خارجه همراه سازمان انرژی اتمی هستیم و از حقوق مردم ایران و سازمان که متعلق به مردم ایران است همواره دفاع کرده و می‌کنیم و این حقوق باید حفظ و اجرا شود و در نهایت کشورهای غربی نیز باید ایران را به عنوان یک قطب علمی در حوزه صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز بپذیرند. سید سعید موسوی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون مهریه گفت بیشترین تأثیر اجتماعی این طرح بر زنان جامعه است. این طرح بخش بزرگی از جامعه یعنی زنان و مادران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گفته می‌شود که هدف این طرح اصلاح قانون است، اما در عمل تکیه‌گاه اصلی زنان را نابود می‌کند. ما نباید از سفره زنان بکاهیم تا باری از دوش مردان برداریم. مهریه پناهی برای زنان و دژی برای آنان در این روزهای سخت است. در این طرح حق و حقوق زنان تضییع می‌شود. اگر زنان بی‌پناه شوند خانواده فرو می‌ریزد و اگر خانواده فرو بریزد جامعه دچار زوال می‌شود. ممنون که تا پایان با ما همراه بودین.